سلام خوش اومدید به ویدیو هستم و عشق کنید آقا بنیامین فصل اومده که همه جور به فصل ببین دیگه آقا بنیامین شما ببین عالی یا که بولا ریخته آقا امروز اومدم یه آموزش خفن بدم بهتون. آموزشی که دیدم آموزش شلاقی هستش و شلاقی که همه دوست دارن. لطفاً که اینجا میونه خط زدن من باعث خوب نیست چون حرکت. خب از ویدیو نگذاریم با اینکه یه بار دارم. خب اینجا شاتگانمون رو برمیداریم. اول برای شلاق زدن واسین براتون انجام بدم. من اینو آوردم اینجا مال شاتگان که دیگه راحت تر باشم دیگه دستم زور نیاره اینجا سریع تر چون باید سریع انجامش بدم. خیلی زیبا و خفنه و از من اینجا درگیرم. متاسفانه از بیرون صدا میاد. من داخل ماشین آمدم، داخل خونه همه خوابه. ببینید چه زحمتی میکشم. هوا 37 درجه است. بوشهر تقریبا 36-37 درجه هست. حالی کن میدونم شلاقی رو بهتون بگم. این رو گفتم اولا که دوستان باید خیلی سریع اجرا کنین، نه مثلا بیاین آروم اینجوری کنید برایشان بیرون در بیارید بزنید. این شلاقی نیست، این اصلا شاتگان همجوری سریع فقط قشنگه مثلا سریع اجراش کنی بال اجراش کنی یا ده میگم داشتم میگفتم قشنگ سریع اجراش کنی مثلا برای ویدیو اینا، ولی نه مثلا برای بعضی موقع خوبه قشنگه ولی این شلاقی نیست. شلاقی خب بریم برای آموزشش. اولا که باید این نایفه رو داشته باشی، حتما باید این نایفه باشه و واسه یکم دمیجش کنم آبرون نره یا اون نمیره نه ولی میمیره چون یکم اساسمنتم بعضی موقع یاری نمیکنه، یعنی خیلی خوبه ولی بعضی موقع یاری نمیکنه. خب برای این آموزش باید یه موومنت ریز بزنید. این خیلی از این برم میاد کاش که میشد اینو حذف کرد. موتورش البته میاد تو نه این نخ یه لازم من کار اینو بسازم. بابا دمیج شد کنم من با هم یاری نمیکنم. باور کن زدمش دیگه سه نشد. هد شد چونی نبردی آخش. خب داشتم میگفتم ما با یکم درگیری ببین خب من یکم با این یارو درگیر کنم. حاجی یه لحظه چجوری گرفت رو خورش پشمو منو نمیدونستم. من 6 سال بازی میکنم این اتفاق فکر نکنم برام افتاده باشه. نه وایسا بسی بار دیگه کشمش بیاد. وات جالب بود منطقی بود. خب وقتی ویدیو رو زیاد بشه 3 دقیقه داشتیم نمایی این کارو میکنیم. اولا که سریع بعد انجام بدین، دوما حتما این نایفه رو نیاز داریم. خب اول بعد یه موومنت ریز بریم با همین نایفه برش اینجوری کنیم. تمرین اول اینه. البته فعلا باید رو شما این حرکت رو باید رو چی انجام بدین آدمایی که وایسارن یعنی چکون نمیخورن. خب پس چی شد؟ یه موومنت اینجوری میزنی، یه موومنت اینجوری میزنی. حتما با این دکمه بالاییه بزنید. دکمه بالاییه. البته اگه کسی با بدون اون دکمه بالایی چی میزنه همین هیچی ول کن. خب اول تمرین اینه که اول همین این حرکت رو انجام بدین، همینجوری اینو انجام بدین تا قشنگ دستتون بیاد. الان من خودم یکم گیر دارم خدا. قشنگ این که دستتون اومد برش این همینجوری عادی تقریبا اینجوری میاد. با این شما وسط موومنت باید یه دونه بزنید
سری ها برش اینو بردارید. حالا میتونی نزنی چی، ولی خب اینجوری خفن‌تر در میاد. حالا من شنیدم، حالا تستش سخته برام. من پیشنهاد میدم تست نکنید. آره ایزی تموم. خب یه ریلود ریز. اینجا ما میایم چی شد پس؟ یه موومنت میزنیم. این تمرین اولی بود. پس کلا باید با نایفه بریم یه موومنت بزنیم. خب رو هوا اینو در بیاریم. البته بعد قبلش موومنت بزنیم و اینجوری بزنید. یعنی قبل اینکه دستتون بره روی تقریبا همزمان یک کمی این شاتگان بری عقب‌تر بزنیم. نگاه یعنی دوباره دستم خطا رفت. البته عرض زدم به پاش. بعد دقت و نشونه گیری تو هم خیلی باشه. نه اونقدری که الان فکر میکنی، ولی آقا سخت دمیج هم میشه بعضی موقع. ولی خب با اسنایپ یکم بعضی موقع حس سبکتری بهتون میده به طور عجیبی که خودم هم هنوز باورم نمیشه. و بابا بزن دیگه آبرو مباری. همین الان زدم ها قبل ویدیو. من ریدم. خب تو برو. خب ببین پس چی شد؟ یه موومنت البته یکم منوش سخته. یه موومنت ماشاءالله. البته یکم من میس بودم. همین که بدونی کجا باید وایس بزنی میخواد خودش یه ریسیه. حالا من داد زدم. پینگم 77 باورم نمیشه. پشمام بوشهر پینگ شد 82 پینگ 78 بابا باورم نمیشه. اولین بار اینقدر پینگم خوب شده. به تو خوابم نمیدیدم. راست میگم چون واقعا تو خوابم نمیدیدم. و چی شد آقا اینجوری میزنیم؟ سنو بیارم که خیلی خوب. صدای تمام. سایمون نکن دیگه. ای خدا من اینا رو باید از قبل دمیج میدادم که آبرون تو ویدیو نره. یعنی کل شلاقی که شما فکر میکنید خیلی گیچه و اینا همینه. البته یکم باشم بازم سخته ولی یه سبکتری بره. خب شدم 40 تا کیل. 100 هم رفتم البته من. خب یکیتون بره اون. یه ریلود ریزم باید بکنیم. خب پس شد. چه گرمه. گوشه شده داغ میکن. یه سری گانو برم رو یه موومنت رو ریز و تموم. همین شد شلاقی. البته اونجا یکم سرشون رو تکون میدن. آره یکم سرشون رو تکون میدن بد میزنن. یعنی واسه من بین الان میتونم براتون بزنم. به من بگم تو سن. خب برکم یعنی همچین چیزی میزنن تقریبا یکم خفن. البته یعنی اونا دمیج نمیشن. من تو رو خدا بگیر بابا. چه گناهی کردم؟ گناه کبیره است بابا. دمیج بخشید یکم فشاری هم بخشی شد. خب داشتم میگفتم یکم سرشون فقط تکون میدم بابا. داره اعصابم خورد میشه بابا. ریجسته دارم بهونه میگیرم. من یکم برم چون تازه یاد گرفتم ولی راه حلش رو اومدم بهتون بگم. ای خدا ایوه الناس ایوه الناس. خدا من تا بابا مگه میشه من
اصلا واسه دمیجشون کنم. کیل شد اینجوری خونه میشد. بابا کیل میشن اینا. یه رونه دیگه کافیمه. خب آقا میزنم این دفعه رو میزنم براتون. بابا اره منظورم اره. بابا مگه میشه این قمیص یعنی. بابا میزنم ریچستر نمیشه. ها وات من اصلا باور کن با نایفش نزنم ها. منطقیه سید. لطفا کم مصرف کنید. ها یکم داره عجیب میشه بازی. منطقیه سید. عجبی حداقل دمه جلو. یکم سخته بفهمی از کجا باید بزنی. یکم باید دور باشی. میری خیلی دور بعدش نمیرسی به یارو یا میری خیلی جلو. ماشاءالله آقا به عشق خودتون این ویدیو رو لایک کنید. آقا برید جلو رفیقاتون پوز بدید بگید من شلاقی بلدم. گوشی خودتون هم بهشون نشون ندید که میفهمن. کلا همین بود کاری که بعد سرعتت پیش بدی. اینا که همونجوری که تو فیلم ها میبینید در بیاد. همینه کل رازش همینه. امیدوارم صدام خوب بیاد تو ویدیو. یعنی کل رازش همین بود. حالا واسه با شاتگانم زدم دیگه براتون. اینا تموم همین بود. گوشیم هم تو نسوخته برم سری بزنم تو خونه جلو کولر دیگه خیلی چیزی بزنم روش. مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب اینا فراموش نشه. آره و یه شلوغ با شاتگانم بزنیم دیگه بریم. واجی گوشیم داره میسوزه. داغه گوشیم خیلی داغ شد صفحش. بابا دمه جانه. بفرما به عشق خودتون. تموم به عشق خودتون. آقا خدا حافظ.